تاریخ معاصر شاهد چند موج آوارگی و پناهجویی جمعیت از مناطق کردنشین شمالی عراق به سوی مرزهای جغرافیایی ایران بوده است. این مهاجرت‌های اجباری در چندین مرحله و در نتیجه تحولات سیاسی کشور عراق و مناسبات دولت‌های وقت ایران و عراق به وقوع پیوسته است. نقطه اوج مهاجرت‌ها مربوط به سال 1370 است. در این سال در پی جنگ خلیج و به دنبال آن سرکوب قیام کردها توسط صدام حسین مهاجرت عظیمی آغاز شد، به نحوی که بخش اعظمی از جمعیت کرد ساکن در مناطق شمالی عراق رو به سوی مرزهای ایران و ترکیه نهادند. بر اساس آمار منتشر شده در جراید، روزنامه‌ها و منابع مطالعاتی، حداقل بیش از 1,300,000 نفر از کردها با عبور از مرز خود را به شهرهای استانهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام رساندند. به دنبال حمله کشورهای غربی و امریکا به ارتش عراق و بیرون راندن آن از کویت، شیعیان در مناطق جنوبی عراق علیه دیکتاتوری حزب بعث قیام کرده و کنترل برخی شهرهای عمده را به دست گرفتند. به موازات این شورش‌ها، احزاب کردی با گرفتن چراغ سبز از کشورهای غربی، کردهای ساکن در شهرهای شمالی عراق همچون اربیل، سلیمانیه، دهوک و رانیه را به قیام دعوت کردند. آنان از خلأ قدرتی که به وجود آمده بود استفاده کرده و شهر نفتخیز و ترکمان نشین کرکوک را به تصرف خود درآوردند. دیری نپایید که نیروهای صدام حسین مجدداً تجدید قوا کرده و ابتدا اعراب جنوب را به شدت و با خونریزی سرکوب کرده و به دنبال آن گارد ریاست جمهوری را با پشتیبانی هلیکوپترها و سلاح‌های سنگین به شمال عراق فرستاد. در 8 فروردین ماه سال 1370 نیروهای عراقی شهر کرکوک را از کردها پس گرفته و نیروهای پیشمرگی کرد و خانواده‌های آنان را که در کرکوک جا گرفته بودند قتل عام کردند. در این بین بسیاری از اهالی ترکمان کرکوک و توزخرماتو نیز قربانی این قتل عام شدند. با انتشار خبر قساوت و جنایت بعثی‌ها در کرکوک، وحشت شهرها و روستاهای کرد نشین را فرا گرفت. نیروهای صدام بیدرنگ از 2 محور شمالی و شمال شرقی به سمت اربیل و سلیمانیه، 2 مرکز عمده جمعیتی کردها در شمال عراق به راه افتادند. در 11 فروردین ماه فضای رعب و وحشت در سلیمانیه مستولی بود و مردم از 2 محور شمالی و شرقی از شهر خارج می شدند. شبه نظامیان کرد که پیشمرگ نامیده می شوند، ابتدا با تعبیه پاسگاه‌هایی در خروجی شهر کوشیدند که مانع از خروج مردم شوند، اما امواج جمعیت هراسان به حدی بود که ممانعت بی اثر بود. روزنامه ابرار در 14 فروردین با انتشار خبری نوشت: با شکست نیروهای جبهه کردستانی و حرکت نیروهای عراقی به سمت اربیل، سلیمانیه و دهوک، موج عظیم آوارگان در صفوف طولانی به سمت مرزهای ایران و ترکیه به حرکت درآمده است. بدین ترتیب کردهای عراق که به علت همکاری احزاب کردی با جمهوری اسلامی ایران علیه حکومت بعث در طول مدت 8 سال جنگ ایران و عراق بارها در ابعاد مختلف مجبور به مهاجرت به جغرافیای ایران شده بودند، بار دیگر اما در ابعادی بسیار وسیع‌تر رو به سوی مرزهای ایران و ترکیه نهادند. در منطقه بادینان و شهر دهوک که در نزدیکی مرز ترکیه قرار دارد، مردم به سمت ترکیه رفتند، اما مسیر اکثر آوارگان شهرهای بزرگی مانند سلیمانیه و اربیل به سمت ایران بود. مسیر اصلی آوارگان در اربیل جاده همیلتون بود که از اربیل و رواندوز تا مرز حاج عمران و تمرچین واقع در استان آذربایجان غربی امتداد دارد.
به دلیل ازدحام جمعیت در این مسیر که به شهرستان پیرانشهر منتهی می شود، عده‌ای از آوارگان مجبور به انتخاب مسیر رانیه قلاتزی سردشت شدند که آن هم به استان آذربایجان غربی منتهی می شد. اهالی سلیمانیه نیز از دو مسیر عمده راهی مرزهای ایران شدند. بخشی از آنها پس از گذر از خرمال به یاره و طویلی خود را به شهرستان پاوه در استان کرمانشاه رساندند و بخش دیگر از آوارگان از شهرهای سید صادق گذشته و به شهرستان مریوان واقع در استان کردستان آمدند. همکاری و ارتباط تنگاتنگ جمهوری اسلامی ایران با احزاب اصلی کردی یعنی حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان در جبهه جنگ با دولت بعث عراق از یک طرف و از طرف دیگر نزدیکی شهرهای سلیمانیه و اربیل به مرزهای جغرافیایی ایران و طولانی تر بودن مرزهای مشترک بین ایران و عراق باعث شده بود تا جمعیت عمده آوارگان به سوی مرزهای ایران رو بیاورند. لازم به یادآوری است که پس از قرارداد 598 و اتمام جنگ بین جمهوری اسلامی ایران و دولت بعث عراق، رژیم ایران حمایت‌های خود از پیشمرگ‌های کرد را پایان داد و در آن تاریخ نیز شاهد موجی از آوارگان کرد در استان‌های آذربایجان غربی، کرمانشاه و کردستان بودیم. ازدحام جمعیت، مسیر طولانی و کوهستانی، هوای سرد فروردین، راکت پراکنی نیروهای بعث بر مسیر مردم و مینهای بر جای مانده از دوران جنگ جان بسیاری از آوارگان را پیش از رسیدن به مرزهای ایران گرفت. بسیاری از خانواده‌ها اعضای خود را گم کردند. ازدحام آوارگان در تمامی مسیرهای منتهی به مرزهای جغرافیایی ایران صف‌های 80 تا 100 کیلومتری تشکیل داده بود. بنا به گزارش چاپ شده در روزنامه اطلاعات، فرماندار پیرانشهر در 16 فروردین 1370 یعنی 5 روز پس از حرکت آوارگان به سوی ایران با اعلام ورود 70,000 نفر به استان آذربایجان غربی افزود: سرما و کمبود امکانات بهداشتی در آن سوی مرز بسیاری از آوارگان را که در صفوف 85 کیلومتری قرار داشتند پراکنده ساخته و آوارگان که جمعیت آنها میلیونی است در مناطق کوهستانی پخش شدند. در همین خبر چنین آمده است: حجت الاسلام نوری وزیر کشور اعلام کرد تا صبح امروز 17 فروردین 350,000 نفر به ایران پناهنده شدند و تخمین زده می شود که این رقم در چند روز آینده به بیش از 1 میلیون نفر برسد. در 14 فروردین ماه خبرنگار روزنامه اطلاعات وضعیت ورود آوارگان کرد در مرز نوسود واقع در شهرستان پاوه استان کرمانشاه را چنین توصیف کرد: تمام جاده بین مرز نوسود تا منطقه هیروی در 20 کیلومتری عمق خاک ایران مملو از جمعیت آواره است و عبور و مرور به کندی انجام می‌گیرد. به گفته آوارگان، صفوف فشرده تا شهر اربد در نزدیکی سلیمانیه به طول 120 کیلومتر ادامه دارد که زنان و کودکان و سالمندان زیادی در بین آنها وجود دارد. عده بسیار زیادی از آوارگان به خصوص کودکان بر اثر استفاده از آبهای آلوده دچار بیماری شده و متاسفانه جان خود را از دست دادند. این افراد در حالی وارد مرزهای ایران می‌شوند که تحمل گرسنگی، سرما و سختی مسیر آنان را سخت رنجور و بیمار کرده است. زنان باردار و سالمندان بیمار نیز که توسط بستگانشان حمل می‌شوند در میان آوارگان به چشم می‌خورند. بعدها کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان شمار کسانی که در جریان پناهجویی در ایران جانشان را از دست داده بودند 12,600 نفر تخمین زد. اول اردیبهشت دکتر علاءالدین مهر رئیس خدمات پزشکی استان آذربایجان غربی گفت که از آغاز ورود نخستین گروه از پناهندگان کرد 80 کودک زیر 6 سال فقط در بیمارستان‌های این استان جان باختند که مرگ آنها به خاطر اثرات مستقیم سفر طولانی در کوهستان بوده است. بیمارستان‌های استان آذربایجان غربی، کردستان، ایلام و کرمانشاه ظرفیت و امکانات ارائه خدمات به جمعیت بیشمار آوارگان خسته و بیمار را نداشتند. در 26 فروردین هنگامی که ورود آوارگان جدید
هنوز در اوج خود بود، اعلام شد که تنها در استان کردستان 70,000 نفر برای درمان به مراکز درمانی مراجعه کردند. روز 10 اردیبهشت وزیر بهداشت ایران اعلام کرد که در استانهای آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان و در برخی از شهرها تا 80% ظرفیت بیمارستانها به آوارگان اختصاص یافته است. با عبور سیل آوارگان از مرزها، جمعیت شهرها و روستاهای استانهای مرزی یکی پس از دیگری تا چندین برابر جمعیت اصلی خود افزایش می‌یافت. به عنوان مثال، پناهجویانی که اکثر آنان از مرز حج و عمران وارد استان آذربایجان غربی شده بودند، ابتدا در 2 شهرستان‌های سردشت و پیرانشهر جای گرفتند و رفته رفته در مناطق شهری و روستایی شهرستان‌های بوکان، مهاباد، سودوز، اشنویه و حتی برخی مناطق روستایی میاندوآب و شاهیندژ یا ساینگالا نیز جای گرفتند. با گذشت زمان بسیاری از خانواده‌ها، مخصوصاً آنانی که وضعیت مالی خوبی داشتند، به شهرهای داخلی تر جغرافیای ایران از جمله کرج، تهران، تبریز، اصفهان، همدان، اورمیه و زنجان سفر کردند. بنا به گزارش کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل، جمعیت شهر سردشت که در آن زمان حدود 20,000 نفر بود، طی چند روز به 150,000 نفر رسید. همچنین پیرانشهر نیز با جمعیتی 30,000 نفری بیش از 100,000 نفر را در خود جای داده بود. روزنامه اطلاعات در گزارش اول اردیبهشت خود می‌نویسد: تاکسی‌های نارنجی و سفید رنگ عراقی همه جا در خیابان‌ها دیده می‌شوند که در ترافیک آشفته و سنگین شهر به دنبال جان می‌گردند. آوارگان همه جا در خانه‌ها، مغازه‌ها، مساجد و خیابان‌ها حضور دارند. در 13 مسجد پیرانشهر که مملو از آوارگان است، بلندگوها دائما اسامی کودکان و افرادی را که در شرایط آشفته فرار دست جمعی از کسان خود جدا شده بودند صدا می‌زنند. بر اساس گزارشی که روز 11 اردیبهشت در روزنامه اطلاعات منتشر شد، در هفته اول مهاجرت یعنی 14 تا 20 فروردین ماه، روزانه 20,000 مهاجر از مرز سردشت وارد آذربایجان غربی می شده است که رفته رفته کاهش یافته تا اینکه در تاریخ انتشار گزارش روزانه 6 تا 7,000 نفر وارد می شدند. با وجود کاهش ورودی روزانه، اما تا تیر ماه تعداد کل پناهندگان کرد در ایران روند رو به رشدی داشته است. مقامات دولتی در تهران اعلام کردند که روزانه حدود 10 میلیون دلار برای تأمین حداقل نیازهای پناهندگان صرف می‌کنند و خواستار کمک‌های بین‌المللی شدند، در حالی که جمهوری اسلامی ایران به خاطر برخی مسائل سیاسی و اجتماعی در مواجهه با پناهندگان کرد سیاست درهای باز را برگزید. جمهوری ترکیه که عضو ناتو و عضو ائتلاف ضد صدام بود، درخواست منطقه امن در خاک عراق را مطرح کرد. از این رو ائتلاف ضد صدام برای ایجاد این منطقه امن مانع از پرواز هواپیماهای عراقی در فضای شمالی مدار 36 درجه شد. همچنین تورگوت özal در 16 فروردین ماه مسئله پناهندگان کرد و سرکوب بحث‌ها را به شورای امنیت سازمان ملل برد که موجب تصویب قطعنامه تاریخی 688 شد. قطعنامه مذکور سرکوب مردم غیر نظامی را در بسیاری از مناطق عراق از جمله مناطق جنوبی که اکثراً اعراب شیعی در آن ساکن هستند و مناطق شمالی که مراکز جمعیتی کرد در آن قرار دارد محکوم کرد و از عراق خواست برای کمک به رفع تهدید صلح و امنیت جهانی بیدرنگ به این سرکوب پایان دهد و به سازمان‌های بشردوستانی جهانی امکان دستیابی به کلیه کسانی که در عراق نیاز به کمک دارند بدهد. در 18 فروردین نیروی هوایی امریکا با کمک نیروهای ترکیه مواد غذایی و کمکی را با هواپیما در میان آوارگان بیشتر در مناطق مرزی ترکیه فرو افکندند. دولت عراق نیز مجبور به پذیرش استقرار مراکز امدادی مربوط به سازمان ملل در قلمرو خود شد و متعهد گردید که عبور کمک‌های ضروری را
تسهیل کنند. مقامات جمهوری اسلامی ایران از جمله هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت نگرانی‌های امنیتی خود را پنهان نمی‌کردند. آنان می‌دانستند که در بین آوارگان کرد هزاران نفر از پیشمرگ‌ها و اعضای سیاسی احزاب کرد نیز حضور دارند. این مسئله می‌توانست در آینده برای خود رژیم ایران نیز مشکل ساز باشد. از سوی دیگر این امر را فرصتی برای ضربه زدن به وجهه جهانی صدام و زمینه‌ای برای به وجود آوردن تشکل‌های کردی اسلامگرا و وابسته به خود در بین کردهای عراق می‌دیدند. از این رو در تلاش بودند تا آوارگان را از شهرها و روستاها جمع آوری نموده و در اردوگاه‌ها مستقر نمایند. این امر خصوصاً در مناطق کردنشین ایران از جمله شهرهای مرزی استان کردستان و کرمانشاه با دقت بیشتری انجام شد. اگرچه در استان آذربایجان غربی نیز چنین کاری ترتیب داده شد، اما مقامات جمهوری اسلامی سیل آوارگان کرد را به عنوان فرصتی برای تغییر جمعیتی آذربایجان نیز ارزیابی می‌کردند. از این رو از سکونت و جایگیری آنان در شهرها و روستاهای آذربایجان ممانعت چندانی به عمل نیامد. تنها در شهر مهاباد و همچنین شهر سولدوز که خانواده بارزانی و برخی سران حزب دموکرات در آن جای گرفته بودند، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی سعی در کنترل پراکندگی پناهندگان داشتند. در راستای جمع‌آوری پناهندگان از شهرها و روستاها، اردوگاه‌های بسیاری در استان‌های مرزی و حتی غیر مرزی نیز برپا شد. از جمله در شهرهای بیجار، همدان، کنگاور و قروه اردوگاه‌های بزرگی برای استقرار پناهندگان کرد برپا شد. بنا به گزارش هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، تعداد این اردوگاه‌ها در مدت زمان کوتاهی از 27 اردوگاه به 94 اردوگاه و محل ساختمانی توسعه یافت. در مدت زمان کوتاهی آوارگان تقریباً در تمامی شهرهای استان آذربایجان غربی، ایلام، کردستان، کرمانشاه و حتی شهرهای مرکزی‌تر از جمله همدان گسترش یافتند. با این وجود نباید چنین پنداشت که امکانات مذکور به سرعت در تمام اردوگاه‌ها فراهم شده است. به علت گستردگی بحران و جمعیت بسیار زیاد مهاجران، ناهماهنگی‌ها و سوء مدیریت‌هایی در اداره اردوگاه و توزیع مایحتاج ساکنان آن روی می‌داده است. در اولین تجربه توزیع غذا در یکی از اردوگاه‌ها 5 نفر به خاطر ازدحام جمعیت زیر دست و پا کشته شدند و در برخی اردوگاه‌ها نیز پس از گذشت چندین روز هیچ خبری از کمک نبوده و ساکنان آنجا تنها با استفاده از نانی که مردم بومی در اختیارشان می‌گذاشتند قادر به ادامه حیات خود بودند. بنا به روایت مردم محلی در آذربایجان غربی، بسیاری از اهالی شهرهای پیرانشهر و سردشت خانواده‌های پناهندگان را در خانه‌های خود سکنا داده بودند. همچنین اهالی شهرهای مختلف از جمله ارمیه، خوی، میاندوآب، شاهیندژ، بوکان و نقده یا در قالب همکاری با کمیته امداد و هلال احمر و یا اینکه خودشان در گروه‌های چند نفری اقلام کمکی را به پناهندگان ارسال می‌کردند. یکی از خانواده‌های سودوزی آن روزها را چنین روایت می‌کند: در یک مغازه کوچک 4 خانواده کرد جای گرفته بودند. خبری از کمک‌های دولتی نبود. اهالی محل هر یک بخشی از مایحتاج روزانه آنان را بر عهده گرفته بودند. خانواده ما نان روزانه آنان را تأمین می‌کرد. این مسئله در روستاهای آذربایجان شکل صمیمانه‌تری به خود گرفته بود. روستاییان علاوه بر پذیرش خانواده‌های آوارگان، غذای روزانه خود را نیز با آنان تقسیم می‌کردند. گزارش‌هایی نیز مبنی بر اشتغال جوانان کرد در فعالیت‌های کشاورزی منطقه روایت شده است. از جمله این مناطق می‌توان به روستاهای مابین مهاباد و میاندوآب اشاره کرد. رسانه‌های بین‌الملل از قدرت‌های غربی و امریکا نسبت به بازگذاشتن دست صدام در سرکوب و کشتار مردم معترض عراق انتقاد می‌کردند. دیک چنی وزیر دفاع امریکا در توجیه این سیاست گفته بود که ما نمی‌توانیم ایمنی مردم جهان را که تحت رژیم‌های دیکتاتور زندگی می‌کنند و هر از چندگاهی حقوقشان را نقض می‌کنند تضمین کنیم.
یکی از روزنامه‌های آن زمان در انتقاد از این گونه مواضع نوشت: آقای میجر نخست وزیر انگلستان شرم نمی‌کند و میگوید به یاد نمی‌آورد که از کردها خواسته باشد چنین قیامی به راه اندازند. انگار این شورش واقعی بوالهوسانه باشد که ربطی به ما ندارد. بوش رئیس جمهور امریکا که بنا به گزارش سیا دستور داد که کردها را به شورش برانگیزند، اکنون جوری رفتار می‌کند که انگار دچار نسیان شده است. سرانجام در نتیجه فشارهای بین‌المللی صدام حسین با سران احزاب اصلی کرد که جبهه کردستانی را تشکیل داده بودند به مذاکره نشست و در 5 اردیبهشت ماه بر سر توافقنامه مارس 1970 به اجماع نظر رسیدند. جلال طالبانی پس از امضای این توافق گفت از صدام قول گرفته است که تمام کردها در امان خواهند بود. وی از کردها خواست تا به شهرها و روستاهای خود در شمال عراق بازگردند. در اواخر بهار به تدریج روند بازگشت آوارگان حاضر در ایران آغاز شد. مشکلات فراوانی بر سر بازگشت آوارگان وجود داشت. بسیاری از آنان دچار ضعف و سوء تغذیه شده بودند. وسایل نقلیه برای انتقال جمعیت میلیونی پناهندگان وجود نداشت. از طرفی هم بسیاری از افراد با شک و تردید به توافق صورت گرفته نگاه می‌کردند. هیچ گونه آمار دقیق و قابل اطمینانی در رابطه با چگونگی بازگشت آوارگان در دست نیست. همچنین اعداد و ارقامی که در مطبوعات آن دوره به عنوان آمار پناهندگان ارائه شده است موثق نیست و در آنها اختلاف بسیاری دیده می شود. اگرچه در خصوص شمار دقیق پناهندگان وارد شده به استانهای آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان و ایلام اتفاق نظر وجود ندارد، اما گزارشی که وزیر بهداشت ایران در آبان ماه سال 1370 منتشر کرد، حاکی از ورود 1,070,000 پناهنده به ایران و وجود 700,000 داوطلب ورود در پشت مرزها از هنگام آغاز بحران کردستان عراق در فروردین 1370 است. با گذشت زمان و آرام شدن شرایط سیاسی اجتماعی مناطق کردنشین شمال عراق، همچنین بهبود اوضاع اقتصادی، پناهندگان آرام آرام به خانه و کاشانه خود بازگشتند. اما درصدی از آنان شاید از ترس آوارگی مجدد به عراق باز نگشتند و شهر یا روستای دوران آوارگی را ترجیح دادند. از این رو به دنبال این موج گسترده آوارگی، بافت جمعیتی بسیاری از شهرهای مرزی و یا نزدیک به مرز عراق در استانهای آذربایجان غربی، ایلام، کردستان و کرمانشاه برای همیشه تغییر یافت و رنگ و بوی کردی به خود گرفت.